این عجیب ترین بیماری دنیاست. این زن هر وقت که گریه میکنه به جای اشک از چشماش نودل بیرون میاد. زن که وضع مالیش اصلا خوب نیست تصمیم میگیره یه رستوران باز کنه و نودلایی که از چشماش بیرون میاد و به عنوان غذا به مردم بفروشه. بعد از این کار مشتریا عاشق طعم نودلای زن میشن و اون حسابی پول در میاره. یه روز زن میخواد برای رستورانش با گریه نودل آماده کنه که میفهمه هیچ نودلی از چشماش بیرون نمیاد. زن هر راهی رو امتحان میکنه تا دوباره اونو به گریه بندازه و حتی سعی میکنه به خودش آسیب بزنه، اما هیچ کدوم از این کارا فایده ای نداره. پس اون تصمیم میگیره سگی که عاشقشه رو به جنگل ببره و ولش کنه و این کار باعث میشه تو راه بازگشت به خونه زن بالاخره از ناراحتی گریه کنه. چند وقت بعد رستوران زن به شدت موفق میشه و همه مشتریا عاشق نودلاشن، اما اون هر روز باید داخل آشپزخونه رستوران به عکس سگش نگاه کنه و با ناراحتی گریه کنه.